پیشی وی نمیگیرد، بیماری پیشی وی نمیگیرد، لباس های بینماز دارم گفته پیشی وی نمیگیرد. 5 وقت نماز اگر کسی ادا میکند وی در روز قیامت نجات دارد از عذاب خداوند و برای خود دیپلم دارد، برای خود دیپلم دارد. چگونه که ما و شما در دست یک دیپلم میگیریم، یک حجت میگیریم و در هر کارخانه‌ای که میرویم و نگاه میکنن که در اصل ما خواندگی هستیم و ما را در همون کارخانه قبول میکنن، این نمازها برای ما و شما انا همون دیپلم میشود، انا همون حجت میشود، در دست ما میدهند، این کلید بهشت میشود. این ما و شما نشان میدهیم، ملائکه ها ما و شما را میگن داخل شوین در جنت. اگر همین اجازت نامه در دست ما و شما دادن نشود، ما و شما وارد جنت نمیشویم. کسی 5 وقت نماز دارد، تصور کند که خدا وی چی داد؟ اجازت نامه ورود جنت داد. لیکن در دوام حدیث گوش می اندازیم و من لم یحافظ علیها، لیکن کدام بدبخت و ناشکری که 5 وقت نماز نمیخواند، 5 وقت نماز در سستی دارد، در 5 وقت نماز بی پروا است، لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا و کان یوم القیامت مع فرعون و هامان و ابی ابن خلف. چه وعیدی سخت است، چه ارزنده هستند این طایفه بی نماز. رسول اکرم گفت کسی که 5 وقت نماز نخواند، این نعمت پروردگار در کفران کرد، ناشکری کرد، اینها در روز قیامت نجات ندارند، اینها در روز قیامت اجازت نامه ندارند، بلکه اینها چیکار میکنند؟ اینها روز قیامت پدرشان وارثشان فرعون است. فرعون فقال این ربکم الاعلا، این بدبخت گفته بود من خدا هستم. بی نمازها همراه فرعون هستند. هامان گفته کی را میگن؟ وزیر این بدبخت، وزیر فرعون هامان بود. کسانی بی نماز همراه هامان هستند و کسانی بدبخت بی نماز همراه ابی ابن خلف هستند، دشمن سرسختترین پیغمبر ما و شما. کسانی بی نماز در بعض روایت قارون هم آمده است. آدمای بی نماز همراه قارون هستند. من میخواهم که شمس الدین ذهبی را همراه بعضی از مفسرین، چرا پیغمبر خدا فرعون گفت، چرا پیغمبر خدا هامان گفت، چرا پیغمبر خدا قارون گفت، چرا پیغمبر خدا ابی ابن خلف گفت، چرا گفت؟ این عبرت است. میگوید اگر کدام پادشاهی که نماز نمیخواند وی همراه فرعون است، زیرا فرعون چی نگذاشت که نماز بخواند؟ سلطنت، پادشاهی نگذاشتش که وی نماز خواند. هر پادشاهی که در دنیا نماز نمیخواند وی همراه فرعون است، گفت شمس الدین ذهبی و دیگر مفسرای قرآن. و کسی که برای چی هامان ذکر شد؟ هامان وزیر بود. کدام وزیری که نماز نمیخواند وزیری او سبب می شود و وی بی نماز از دنیا میگذرد، وی همراه هامان است. قارون چرا ذکر شد؟ وی ثروتمند بود، وی بی نهایت میلیاردر بود، وی در همون بانک های شویتزاریا بگیم پول داشت، مال داشت. وی برای چی ذکر کرد پیغمبر؟ برای آنکه کدام انسانی که میلیاردر است، کسانی که ثروتمند و دولتدار هستند و همین ثروت و دولتشان مانع شد و اونها را نگذاشت که نماز خوانند، وی همراه قارون است. ابی ابن خلف چرا ذکر شد؟ این بدبخت ناکس، این خدا زده در دوره های پیغمبر خدا روپروی پیغمبر آمدن و گفتن ای محمد، گفتن صلی الله علیه و سلم، من گفتن یک اسبی را تربیه دارم،
یک اسبی را فربه کرده ایستاده هم. برای چی گفت محمد؟ گفت برای هلاک تو ای محمد. من بالای این اسب سوار میشوم، هجوم بالای تو میکنم ای محمد و تو را نابود میکنم. این اسب در خانه بهر این من تربیه دارم. اینا کس نمیداند که محمد بی صاحب نبود. این بدبخت نمیدانست که محمد چنان پشتیبانی داشت که دنیا را در یک میجه زدن نابود میکرد. محمد این گونه صاحب داشت. مدعی خواست، سعدی میگوید مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. مدعی میخواهد، امریکا میخواهد، انگلیا میخواهد، ژاپن میخواهد که مسلمان ریشه کن کنه، لیکن مسلمان صاحب دارد، خدا دارد، خدا پشتیبانش میشود. انشاءالله اینا ریشه کن میشوند. اینا هیچ وقت غالب بالای ما و شما نمیآیند. وقتی که خدا خود میگه این نحن نزلنا الذکر و این له لحافظون، همه شما بی پروا باشین ای امت تاجیکستان، ای مردم تمام مسلمان بی پروا باشین که من خود قرآن فراوردم، من خود قرآن روان کردم، من محافظه قرآن هستم. اینا کسی تا قیامت نابود کردن نمیتونه، کسی نمیتونه. محمد اقبال میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. محمد اقبال خدا رحمت کرد، من اون زیارت کردم. میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. برای چی ما بی پروا هستید؟ برای چی بی پروا هستید؟ از فنا این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. ما استوار به همین آیتیم، این نحن نزلنا ذکر و این له لحافظون. ما استوار به همین آیت هستیم که خدا خود وعده میکند که ما پشتیبان مسلمان هستیم، ما پشتیبان قرآن هستیم، ما تکیه به همین آیت داریم. از فنا این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. تا خدا ایطفی او فرموده است، از فسودن این چراغ آسوده است. خدا میگوید تا وقتی که من خود این چراغ پوف نکنم، این چراغ تا زمانی که من خود خاموش نکنم، اینا هیچ کس خاموش کردن نمیتونه. این چراغی هست که هر روز چراغ احمدی را حق به افروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. کسی را پوف میکند و خود میسوزد. هیچگاه قرآن نمیسوزد، اسلام نمیسوزد، اسلام شکست نمیخورد. این ابیه ابن خلف فکر کرد که من این اسب تربیه کرده ام، قطعی محمد را هلاک میکنم. چی میداند که از دست محمد او هلاک میشود. ای بریده، ای بریده آن لب و حلق و دهان، به این دشمنان اسلام رومی مراجعت میکند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویش باز گردد بیشکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. این توفی که اونها دارن، این هجومهایی که اونها دارن، اینها میگوید به سر خود ایشان می آید. اینا در آسمان هیچگاه جای نمیابند که اونها استوار شوند. جنگ احد بود. این بدبخت در همون اسب سواره خود سوار شد. از اون جانب محمد بود صلی الله علیه و سلم، از این جانب این مشرکان عرب با همراهی ابو سفیان که این جنگ را بیشتری پول از جانب ابو سفیان شد برای طرفداری مشرکان. از اون جانب حرکت کرد ابیه ابن خلف با اسب خود. صحابه پیغمبر گفتند که رسول اکرم اون ناکس هم با تو میخواهد هجوم کند. رسول اکرم گفتند بگذار پیش بیاید، بگذار پیش بیاید. ابیه ابن خلف نزدیک آمد. رسول اکرم یک نیزه را برداشتند و جانب این دشمن سرسخت حواله دادند. این نیزه آمد، راویا میگویند در گردن ابیه ابن خلف زد. از ضرب سخت محمد ابیه ابن خلف بر زمین زد.
و از جای خود خیست، در اسب سوار شد و پس گشت، از میدان جنگ برآمد. ابو سفیان خنده کرد، گفته ابی ابن خلف، در گردن تو اونقدر جراحی و ازبینی نیست که تو مثل گاو فریاد زده ایستاده ای. گفت ابو سفیان، گفت قسم به لات و عزا، وای به خدا باور نداشت، به همون هیکل ها باور داشت. گفت قسم به همون لات و عزا که تو میدانی که این ضربه کی است؟ این ضربه محمد است، این ضربه آدم عادی نیست، این ضربه محمد است. گفت و گفت به خدا قسم، گفت به همون لات و عزا قسم که اگر این درد که در گردن من است اگر در مردم حجاز تقسیم کنی همش هلاک می شود. و این ابی ابن خلف با همین داد و با همین فریاد بدبخت از دنیا گذشت. روز قیامت بی نمازهایی که به تجارت مشغول بودن و تجارت اونها را نگذاشت که اونها نماز خوانند، ابی ابن خلف تاجر بود، در زیر بیرق ابی ابن خلف میخیزند. کدام تاجره که امروز نمیخواهد یا اینکه دکان نمیتواند که در او را، دروازه او را بپوشد و نماز جمعه خواند و نماز 5 وقته خواند، فردای قیامت در زیر بیرق این ناکس، این نالایق ابی ابن خلف سر میبردارد. چی ناخوب است، چی زشت است، چی شرمندگی هست که آدم در زیر بیرق فرعون، در زیر بیرق هامان، در زیر بیرق قارون، در زیر بیرق ابی ابن خلف خیزد. چی خوش است که ما و شما در زیر بیرق محمد اگر سر بردارید. چی خوش است که اگر ما و شما در زیر بیرق ابو بکر اگر سر بردارید. چی خوش است که در زیر بیرق عمر که در محراب از دست فیروز ابو لولوی مجوسی زده شد، روده ها برآمدند، حضرت فریاد زدند آیا عبدالرحمن ابن عوف هست؟ گفتن هست. گفتن پیش در آمد. حضرت در همون حالت از پس عبدالرحمن ابن عوف نماز خواندن عمر ابن الخطاب، در حالتی که روده های مبارک کشال بودند. نماز خواندن، تمام کردن. اونها مثل ما و شما مثل دانچین، مرغ دانچین نماز نمیخواند، بلکه 2 رکعت نماز او ساعت دوام میکرد. حضرت طاقت کردن نماز خواندن. چی خوب است که ما و شما در زیر بیرق عمر سر برداریم. چی خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق عثمان سر برداریم. چی خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق علی سر برداریم. این برای ما و شما خوب است. خوش به حال همون خانواده ای که اصلاح شده است. خوش به حال همون زن و مادر و کودکایی که در خانه سحر میخیزند، با یک حالت وزنی چشمها را میشکند، خواب اونها را غلبه میکند. لیکن ایمان، لیکن این مردی بزرگی که در خانه سرفرمانده خاندان است، اونها را بیدار میکند و جای نمازها پرتافتگی نماز میخوانند. خوش به حال اون خاندان. اون خاندان چه مبارک خانه هست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. بی قدرترین، بی حیاترین، شرمنده ترین انسان در روی دنیا نفری هست که نماز ندارد. در بین تمام ملت، در بین این 7 میلیارد آدمی که در دنیا زندگی میکند، رسول اکرم گفتن لا سهم. سهم گفتن قدر، قیمت میگن. قیمت ندارد شخصی که نماز نداشته باشد. بی آبرو هست، شرمنده هست. یک شیخ خواستن که سفری کنند و سفر او با طریق راه بحر بود. آمدن نزد ساحل و کشتی منتظر بود حضرت در کشتی نشستند. وقتی که کشتیبان کشتی را حرکت دادند، در بین ساحل رسیدند، این شیخ به همین بحر نگاه کرد که حیوانهای آبی یکدیگر را میخورند. حتی نگاه کرد که ماهی را میخورد.
شیخ در حیرت افتاد، این چی معامله باشد که حیوان میخورد؟ این بار اول میبینم که ماهی را میخورد. کشتیبان فریاد زد، گفته دوستی خدا این چی معامله هست که امروز من میبینم؟ گفتن ای شیخ، گفتن این 10 سال شد که من در این ساحل، در این دریا مهنت میکنم، کشتی خودم میرانم، این احوال را مشاهده میکنم که حیوانهای دریا یکدیگر را میخورند، حتی ماهی‌ها را میخورند. شیخ در حیرت افتادند و در حال برای سیر این آشکار کردن جای نماز پرتافتند و سوی پروردگار خود مناجات کردند، خدایا از سیر این ما را خبر بده، این چه احوال شد؟ این دهشت است، گفت این مصیبت است. مناجات آمد، ای دوستی خدا، گفت باره در این کنار بحر یک شخص بینماز خواست که از این آب بحر بنوشد. فکر کرد که این آب شیرین است. وقتی میگوید در دهان خود یک مشت آب گرفت و انداخت و دهان او را نافار کرد، زیرا که آب بحر تیز است، تروش است. در حال میگوید همون آب پس گردانید در بحر پرتافت. از زمانی که آب این دهان بینماز در این بحر پرتافته شد، این مصیبت در بحر فرا گرفت. از یک آب دهان بینماز امروز در این داخل بحر مصیبت است. امروز حیوانها به حیوانها هجوم دارند، ماهی‌ها یکدیگر را میخورند. از چی حساب؟ از حسابی که این بینماز آب دهان خود در بحر پرتافت. وقتی که اگر آب دهان او اینقدر ضرر داشته باشد، پس وجود او در بین این بالای زمینی که دور میگردند چقدر ضرر دارد؟ میگوید زمین روز 3 بار به سوی پروردگار زاره میکرده است، ای پروردگارا به من رخصت بده. چی رخصت بده؟ رخصت ده که تا 3 طایفه را در قعر خود کشم، عذاب دهم. خداوند میپرسید است ای زمین اینها کیا هستند؟ میگفت است یکم کسانی که مردم را بیگناه خون میریزند، مردم مسلمان را بیگناه خون او را میریزند، این طایفه را من طلب دارم. و دوم این طلب من این است که کسانی که از زنا در بالای من غسل میکنند، وای به حال جوانی که زنا میکنی. زمین امروز مثل همون سگی که به سوی یک انسان غرس دارد، صدا میبرارد که وای کشاده کنند تا که وای کنده کند، پاره پاره کند. امروز زمین نسبت تو غضب دارد که پروردگارا آن موی سفید است، وای زن است، وای کمپیر است، دختری جوان است، جوان است. خدایا بر من اجازت ده تا که این طایفه‌ای که از زنا در بالای من غسل میکنند، اینها را من چیکار کنم؟ با فرو در شکم بی خود بکشم. اونا فکر میکنند زناکار که زنا کردم غسل کنم پاک میشم، تو پاک نمیشه. از زنا انسان پاک نمیشه، وای دایم جنوب است. آدم از کدام وقت پاک میشد؟ وقتی بازن حلالی خود میرسد. این حالت ده آب وای پاکیزه میکند، آب از وای نفرت دارد. سوم همون کسانی که نماز نمیخوانند، پروردگار را رخصت ده که اینها را من بر شکم به خود فرو برم. یقین است ما و شما روز وارد قبر میشیم که این شکم به زمین است. چه بدبختی است که اگر ما و شما خون یک برادر ریزانده باشیم، یا چه بدبختی است که ما و شما زنا کرده و توبه نکرده باشیم. چه بدبختی است که ما و شما اگر نماز نخوانده باشیم. وای به حال ما و شما که قبر نسبت ما و شما چی احوال بدی را در اونجا برقرار میکنه.
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، حافظ میگوید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنی. کسی که در دنیا میگوید اگر نماز نمیخواند، حافظ شیرازی میگوید که ای مردم، به فتوای من این که وی نمرده هم که باشد جنازش خوانید که وی در قطار آدم مرده ها است. جنازش بخوانید، گفتند که وی هلاک شدگی هست، وی مردگی انسان در بین مردم به شمار می رود، کسی که نماز نمی خواند. خدا رحمت کند حافظه. باز میگوید شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. این شیطانی که امروز تمام امت اسلام وسواس میکند، از نماز باز میدارد، این کثافت یک خطای کرده بود. وقتا این خطا را کرد، خودش را خدای زمین وقتی که خواند، خداوند ای را از درگاه چکار کرد؟ رانده کرد. گفت تو از درگاه ملائکه ها دور شو که تو ملعون هستی، تو لعنت کرده شده هستی، تو مردود هستی، تو مرجوم هستی. از این درگاه گفت این جای تو نیست. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. دیگر خطای شیطان این بود که وقتی خداوند آدم آفرید و گفت ای جمع ملائک، اون زمانها شیطانم در قطار ملائکه ها بود، گفت آدم سجده کنین. همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. پروردگار گفت مرا تو از آتش آفریدی و یا از خاک آفریدی. آتش لایق نیست که خاک سجده کند. از روی این گفتار شیطان پروردگار از درگاهش رانده کرد. حافظ امین یادآوری میشد که شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز. او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. حافظ میگوید این شیطانی که دوزخی هست، کافر است، ملعون و مردود و مرجوم است، این از بینماز بالاتر است در قدر و فضیلتش، زیرا که وی آدم سجده نکرد، لیکن این انسان ها خدا را سجده ندارند. حضرت عیسی میگوید، باره میگوید به یک کوه گذشتم، نگاه کردم که به نهایت درختاش میوه‌دار بود، چشمه های زیاد داشت و بسیار کوهستانش سبز بود. یک منظره خیلی خوبه بود. مردمش پیش من دویدن و بر من هر گونه مال دادن، من مالی اونها را قبول نکردم و بسیار با دولت محله بود. با اونها دعای خیر کردم و پس گشتم. 3 سال بعد باز به همون وادی گذر کردم. نگاه کردم درختها همه خشک، چشمه ها همه خشک شدگی. یک بیابانی تماما بگیم در نظر انسان نفرت آور اون محله را فرا گرفته است، کسی در اونجا زندگی ندارد. و سوی پروردگار مناجات کردم، خدایا این چه منظره زیبا بود 3 سال پیش، چه حالت شد. از نزد پروردگار صدا آمد که در این محله بار یک آدم بینماز در این چشمه های این محله غسل کردند، آبازی کردند. از حسابی گفت آب بدنی همین بینماز این بستان سرا را ما چکار کردیم؟ به این خرابزار مبدل کردیم که این بینماز در این محله داخل شد و آب بدن این چی شد؟ در این بستان سرای ما داخل شد. این است وعید آدم بینماز. برادرای عزیز، ما و شما کار کنیم از طایفه آدمهای بینماز نباشیم. چه عذاب دردناک است،
چی واخوری های ناخوب در روز قیامت برای آن کسانی که دنیا در بینماز از دنیا سفر میکنند. بینهایت عذاب دارند. وقتی در زیر بیرق فرعون و هامان و قارون و ابی ابن خلف باشد، پس دیگر چی جای وصفش است؟ دیگر چی جای بیان کردنش است؟ سعدی میگوید وا مشمده که او بی نماز است. آدمی بی نماز میگه اگر نزد تو بیاید قرضدار، اگر یگان معرکه دارد یا میخواهد که از تو قرض بگیرد، وا مشمده که او بی نماز است. تو و یک قرضدتی میگوید. برای چی؟ آیا سعدی رحم نداشت؟ آیا سعدی دلش به مردم نمیسوخت؟ وا مشمده که او بی نماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است. او قرض خدا نمیگذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. حضرت میگوید اگر از گشنگی هلاک شود شما با وی قرض ندهید. میگوید زیرا که آدم بی نماز وقتی که نماز قرض پروردگار باشد، وقتی وی قرض خدا را ادا نمیکند وی پروای قرض تو ندارد. این است تعلیماتی پیشواهای ما و شما. من فتوای 4 امام به شما میگویم. امام احمد حنبل نسبت به نماز چی میگوید؟ این 4 صاحب مذهب هستند. دنیای اسلام در زیر این 4 مذهب قرار دارد. یکی امام احمد حنبل است، یکی امام شافعی است، یکی امام مالک است، یکی ابو حنیفه ما و شماست. همه اونا از ما و شماست. لیکن امروز که ما و شما در زیر مذهب ابو حنیفه هستیم، از این خاطر من میگویم که ابو حنیفه ما و شماست. امام احمد حنبل میگوید کسی که بی نماز است وی کافر است. دلیلهاش انشاءالله من جمعه آینده به شما باز در باب بی نماز گپ میزنم از آیات های قرآن. و چه آیت امام احمد حنبل این صاحب مذهب است، میلیون ها نفر در زیر مذهبش عالم ها و مولوی ها دارند، وی بی دلیل کافر نمیگوید، میگوید کافر است.